برنامه صدای اندیشه بررسی مسائل اجتماعی، فرهنگی، انعکاس موضوعهای مهم در برنامه صدای اندیشه از رادیوی فرهنگ. کووید-19 راه‌های پیشگیری، معالجه پیامد و مشکلات آن در محور برنامه این ساعت قرار خواهد داشت. درود شنوندگان عزیز، سومین ارجمند سرول باید گفت که برای پیشگیری بیماری کووید-19 یا خود کرونا ویروس در نوبت اول هر یک شخص باید قاعده‌های سانیتاری و گیگینی و نگاه داشتن فاصله اجتماعی را به طور قطعی رعایت نماید. همزمان برای معالجه و برقرار کردن سلامتی غذای موافق و سازگار، سر ویتامین و سبک و خوش‌طعم خیلی ضرور است. مسلم است که غذا عامل اساسی حیات انسان به حساب می رود. دانشمندان ساحه معین کردند که بیماری به آدمانی که مسئولیت بدنشان سست است بیشتر تاثیر می رساند. باید گفت که در بلند برداشتن مسئولیت بدن انسان نقش غذا خیلی نظر است. ما سر این مسئله با شنوندگان گرامی باز برخواهیم گشت. و عزیزان، و ما شما که معلوم است که این بیماری چقدر مشکلی ها را در تمام ساحه ها در این مدتی که خروج کرد به بار آورد. این یک طرفی مسئله. از جانب دیگر مشکلات اساسی باز در آن بود که غیر از ضربه به پیشرفت اقتصادی کشورها، بسته شوی راه‌ها بر اثر این بیماری، جانی بیشتر از میلیون نفر قربان و چندین میلیون دیگر گرفتار این بیماری شدند. و عزیزان، دیگر پیامدها هم برای ما و شما تا جای معلوم هستند. ما کوشش کردیم در این مدت وابسته به پهلوهای مشکلات آن با متخصصان کسب و کار گوناگون صحبت بیاریم و در دریافت راه‌های حل مشکلات جای داشته پاسخ دریافت کنیم. سومین ارجمند، واقعا این بیماری مشکلی یک ساحه یعنی ساحه تندرستی تنها نبود، زیرا تاثیر منفی آن باره بودن جان مردم طوری در بالا خواهد شد به تمام ساحه ها رسید. این لحظه بیایید در رابطه با چند پهلوی دیگر این مشکل رقمی یکی امروز ما و تمام جهان صحبت ما رو با احسان ترسون و مسئول رابطه با جامعه بازداشت سیل در تاجیکستان با هم بشنویم. سلام علیکم. سلام علیکم. و گمانم که علاقه این موضوع برای شما فهم است احسان، و در این زمینه شما نیز گفتنی های زیاد دارید، چون ما تانی که برنامه پخش می‌گردید یک صحبتی داشتیم تا بتوانیم بازم برای شنونده گفتیم که خب مشکلی که امروز هست میتونیم اون رو مشکل رقمی یکی نه تنها کشور ما بلکه مشکل رقمی یکی کل مردمی سیاره است. خب باید ما بدونیم که در هنگام گرفتاری یا که بر خاطر اون که گرفتار نشویم به این بیماری از کدام راه‌ها بیشتر باید که استفاده کنیم. مرحمت رشته سخن به شما. بله، خیلی زیاد. سلام و درود و شنوندگان رادیوی فرهنگ. من برای شنوندگان رادیوی شما یک خوشخبر دارم. خوشخبرم این است که ما به زود میتوانیم این بیماری رو از بین ببریم. فقط شرط دارد، یعنی شرطی از بین بردن این بیماری هم این است که ما بخواهیم و خواستن ما هم از چند چیز عبارت است. یکم این دانش است، یعنی آگاهی ناکی ما است، یعنی چقدر توسط رادیو، چقدر توسط تلفن، چقدر توسط تلویزیون، چقدر توسط مثلا هر گونه برنامه و هر گونه اقدام ها در تمام کارخانه ها، در تمام مؤسسه ها اطلاع میدن. هنوز هم بسیاری ها من نگاه میکنم، مشاهده میکنم که همین عادی‌ترین قاعده های رعایت بهداشت را یا که عادی‌ترین نشانه های بیماری را درک ندارن، خبر ندارن، هنوز هم سوال میکنن، در شبکه‌های اجتماعی میپرسن که من تب میکنم یا تمام همون نشانه های علامت های بیماری را میگن، لیکن اگر این چی بیماری باشد در حالی که همون بر علامه بینند همین نشانه ها. یعنی یکم شرط است این است که ما آگاهی ناکی همون را تا به حدی ضروری باید بلند کنیم. دوم قاعده های پیشگیری است. انا چطوری میبینیم مردم ما تا یک اندازه فارغ بال شدن، یعنی بی‌پروا شدن که از قاعده های بهداشتی رعایت نمیکنن، فاصله جسمانی رو رعایت نمیکنن، در نقلیات ها، در بازار، بانک و دیگر جاهایی که خب مردم بسیارتر گشت و گذار میکنن. بله بسیارتر، یعنی جاهایی هست که ضرورت ندارد مثلا تو بیایی
برای بازار کردان از سحر مثلا تا بگاه در همونجا بازگردی تا اون زمانی که در بازار بسته نشود. یعنی انسان بایدش از همه ما خودمون باید برای از بین بردن همین بیماری کوشش کنیم. یکی مثلا شستن دستان در دوره اوج همین ما بسیار مشاهده میکنیم که همه خود و کلان وقتی با یک اون آشخانه عمومی یا قهوه خانه یا جای دیگر وارد میشدن در از اول دست میشستن. بله. حالا ببینیم مثلا از مثل که خسته شدند، شاید خسته شدن اما بیماری این چیز رو نمیپسندد، نمیدونه که تو خسته شدی یا نه، نمیگوید که تو خسته شدی، نمیگوید که مثلا تو بیزار شده از این چیزی ها شاید، یعنی که برای بیماری این به فرق است، لیکن برای ما که تفاوت دارد. برای ما این البته نگران کننده است که باید رعایت کنیم و برای همین هم پیامی من همین بود که یعنی اگر ما خودمون بخواهیم میتوانیم بیماری را از بین ببریم. بله واقعا درست گفتید و شما در موردی خب البته امروز مردم شهر بیشتر از نقلیات جمعیتی استفاده میکنند. این خب گمان میکنیم که در لحظه هایی که مردم انبوه زیاد وارد نقلیات میشوند بیشتر باید که با همون مدنیت و مثلا یک فهمیش خود راننده نیز وابستگی دارد، از اون خاطر که خب خانه‌ها مردم در لحظه های معینی هست که حتما باید به جای کار برسند، دانشجو به جای درسش برسد، ولی اندک شاید در همین لحظه ها ما از همین چیز فراموش میکنیم که خب سلامتی ما باید که در جای اول باشد. بله من مشاهده میکنم مثلا ما کوشش میکنیم که ما تو قبل نداریم که 5 دقیقه در راه منتظر باشیم یا 10 دقیقه در راه منتظر باشیم. برای چه؟ برای که در ما رعایت ترتیب وقت وجود ندارد، یعنی ما وقتمون رو یعنی حساب گذاری نمیکنیم، جدا نمیکنیم، همیشه شتاب زده هستیم. بله یعنی که اگر من بسیار میبینم مثلا وقتی همه مسافربر میگذرد، مثلا مسافربر رقم نمیدونم چند است، مثلا میگذرد وقتی 46 است، 48 است، 50 است، 18 است، چند است، مثلا وقتی میگذرد تو کمی صبر کن، میبینی که مثلا چقدر در اونجا انبوه آدم ها هستند، تو میبینی که خط سرایت روی در این مسافربر خیلی زیاد است. خب صبر کن، 5 دقیقه صبر کن، مسافربر دیگر میاد، البته اون آزادتر است که در آن میشینی. این از ما وابسته است، این با ما وابسته است که ما خودمون مشخص کنیم. وقتی که همون راننده هم میدونه که مردم خونه‌ها در همین سوار میشن، اون دوام دادن میگه. وقتی که اونم دید که مردم خودشون در همون مسافربری که جایی نشست ندارد سوار نمیشن، دیگر ویم برای تو اومدن نزدیکتون نمیستد. یعنی که از اراده خود ما وابسته است که ما خودمون میخواهیم که در همون گونه مسافربرها سوار شویم. بعد شکایت میکنیم که اون راننده ها زیاد میکنن. خب تو سوار نشو، 5 دقیقه انتظار شو، 10 دقیقه انتظار شو. یا که مثلا میبینیم در بانک ها و دیگر کارخانه ها بسیار شتاب زده است، مثلا فاصله جسمانی رو رعایت نمیکنیم، کوشش میکنیم باید همونجا در روی ما به هر صورتی نباشد، در روی ما کارمون رو تیزتر انجام دهیم. خب برادر عزیز، مثلا خواهر، مثلا باید صبر کنی، باید برای همین ترتیب وقتت رو جدا کنی که کدام وقت تو بیایی که کم آدم است همونجا، یا که مثلا یک لحظه، یک دقیقه است یا 5 دقیقه است در بیرون از بانک انتظار شو، در نزد در انتظار شو، تو آدمان دیگر مثلا از روی نوبت کارشون رو تمام کنن، بعد از اون تو هم توانی که کارات رو به انجام رسانی. و در اینجا البته جهت های روانیش هست که من میتوانم در این بابت گفت زنم. مثلا ما بسیار در این دوره خیلی دوره حساس که بود، مثلا خصوصا در دوره اوج پاندمی که بسیار از مردم دنیا به تهلکه و واهمه افتادن، برای آنکه خیلی هم بیماری غافلگیر بود، بیماری نوبهانی بود و خودمون هم در بسیار از کشورها شاهد شدیم که چگونه مردم همه به بازار مغازه ها و فروشگاه ها هجوم کردن برای
ذخیره غذا، خوراکواری، بله. و همین گونه برای ذخیره داروخوری در داروخانه ها هر گونه مثلا خب مردم در تهلکه بودن. بله. که شاید دریافت کردن نتوانند داروخوری را یا مواد غذایی را و از این فرصت خب اون مردمی که در بازار می نشستن استفاده کردن متاسفانه. خب بودند این گونه حالت ها. بله همین گونه چیز بود. و بعد از اون دوره یعنی کرانتینی بود که در تمام دنیا خلقای مثلا الان بسیار از محدودیت ها برداشته شده است و در بسیاری از کشورها پورا برداشته شدن، البته با رعایت قاعده های بهداشتی. و در مو مثلا کرانتینی نرم که کرانتینی اختیاری بود که مثلا همه کسی کرانتینی ملایم اختیارا در خانه بشیند. و البته در همین لحظه ها ما فهمیدیم که چقدر دشوار است در خانه نشستن، جداگذاری مثلا یا خود ایزولیت چقدر دشوار است که ما این چیز رو چندین سال است مثلا در نمونه شخصان بیمار سیل میبینیم که اونها را تا یک زمانی که غیر سرایتناک میشوند، یعنی میکروب خارج کنیشان قطع میشود، ما اونها را در ایزولیت یا که در جداگذاری قرار میدهیم تا خف سرایت روبی را کم کنیم یا که نیست کنیم. به همین خاطر بسیاری از مردم که این چیز رو بار اول در خود تجربه کردن، یک گویم ساده کنه گویم بسیار به اعصابشان، عصبهایشان مثلا تاثیر روانی هم میرسد، آسیب میرسد. درست است. خیلی زیاد مثلا روزی دراز در خانه نشستن و البته انسان هایی که خود دوراندیش بودن و انسان هایی که مثلا تو یک اندازه رجای زندگیشون رو، رجای روزشون رو مرتب کردن برای این وقت و یکی مثلا درس زبان مختن، یکی درس پزندگی هم مختن توسط مثلا اینترنت و با دوستان مثلا بعضی مسئولیت ها کردن، یا یکی نشست و کتاب نویس، یکی کتاب خاطرش نویس، یکی مثلا یک نوار گرفت، نوار آموزشی مثلا. همین گونه من چنان فکر میکنم که همین تأثیر منفی همون دوره بود که انسان ها بسیار عصبانشون خسته شد. یعنی هر کجا میشنوند، از این طرف میشنوند کرونا ویروس، از اون طرف میشنوند کرونا ویروس، این موضوع بسیار انسان ها رو خسته کرد. البته همه خسته شد. من این چیز رو خیلی خوب درک میکنم، نه تنها من، همه خوب درک میکنن، حتی متخصصان بلندپایه هم، متخصصان بلندپایه تیپ هم خوب درک میکنن. لیکن چاره چیست؟ چاره این است که باز هم هوشیار باشیم، باز هم یعنی که رعایت کنیم قاعده ها رو که هر چیز زودتر از این وبا خلاص بشیم. البته برای میتونم که اگر شما سوالی داشته باشین در رابطه به همین موضوع مرحمت. خب بله، خب خیلی خوب شما قید کردید و در برابر اون که خب مردم تا چه اندازه در کرانتین نشستن یا خود رو به خاطر حمایت از این بیماری خب خواستن که نجات بدهند، مسئولان داخلدار به خصوص تمام ساختارها کوشش کردند یک امکانات های برای مردم فراهم بیاورند که شاید آنها کمتر احساس خستگی کنند، احساس بیکاری کنند. خاصه ما در هم توسط تلویزیون هم توسط دیگر رسانه ها مشاهده کردیم که برای کودکان حتی خب درس ها جاری کردند که اونها نیز فارغ بال نشوند، فراموش نکنند درس های خونده اشون رو در اون مدتی که در کرانتین البته می نشستند. و البته این همه به خاطر همین یک به اعتدال آوردن یا حالتی همون احساس نکردن خستگی، رواناً خود را از بین دادن، به عبارت دیگر بگویم اگر روانه شده بود. و خب ما نیز باز هم البته امید میکنیم که مردم الکی آموختند، دانستند که راه‌های پیشگیری از این بیماری کدام است، در کدام حالت ما میتوانیم که موفق بگردیم و واقعا هم جامعه سالم باقی بماند. زیرا ما بسیار متاسفم میشویم، متاسفم هستیم، افسوس میخوریم که نفر رو
از میان را بود. در همین میان چقدر چهره های شناخته اون نفرانی بودن که ما شاید اگرچه به واسطه نمی شناختیم ولی شخصانی شناخته بودن توسط همرسانه ها. یک نفرانی بودن که متاسفانه با سبب همین بیماری از میان خوب رفتند. ولی به هر صورت ما امیدوار هستیم که بازم مردم جدی‌تر مناسبت میکند به این بیماری تا حیات خود، حیات اطرافیان را زیر خطر نگذارد. و احسان شما در مورد خب بیماری های سیروتی از اون جمله سیل هم حرف زدید. من میخواستم تا جای شما به یک مسئله دیگر هم روشنی میانداختید، از اون خاطر که ما در همین دوره به جز از کووید 19 خود کرونا ویروس دیگر بیماری ها را شاید نسبتا بگوییم که فراموش کردیم یا به گوشه فراموشی نهادیم. خطا نمیکنم. نظر شما در این مسئله چی است؟ بله، البته وقتی ببینید وقتی که یک مشکلی می آید که مشکلی همگیر است، بله، در این دوره البته نه تنها موضوع دیگر بیماری ها، دیگر سوحه ها هم تا یک اندازه تمرکز میکنن به خود همین همگیر. یعنی هم برنامه های اقتصادی کشورها، هم برنامه های اجتماعی، هم برنامه های فرهنگی، یعنی همه سوحه ها به همین بیماری تمرکز میکنن، چون بیماری همگیر است. یعنی که به همه داخل دارد، بله. به همه سوحه ها داخل دارد، یعنی که ضربهش، تاثیراتش به همه جنبه ها میرسد. به همین خاطر هم تو یک اندازه نگاه میکنیم که بر دیگر بیماری ها از جمله چنانچه گفتید بیماری سیل، بیماری گپاتیت، بیماری های بنیمه یا که ویروس نارسایی مسئولیتی آدم یا خودی همین زکام عادی تو یک اندازه به گوشه فراموشی رفت فکر میکنم، به خاطر که دیگر مردم هم هرچی نشانه میدیدن، علامت میدیدن در خود خیال میکنن، تا هنوزم مثلا بسیاری خیال میکنن که همین گرفتاری بیماری کرونا ویروس شده باشد. البته اونا هم حق دارن، به خاطر که میبینن از این سو از اون سو میشنوند و میبینن که این یکی گرفتار شده است و اون یکی گرفتار شده است، البته از خود گمان میکنن. اما ما باید در مد اول خیلی که گفتم دانش همون رو پورا کنیم که همین نشانه های اساسی، نشانه هایی که تا اندازه فرق کننده هستند، نشانه های کرونا ویروس چی هستند. برای این ما باید همین دانش همون رو، همین معلومات همون رو پورا کنیم. من بسیار میبینم از بسیار از انسان های هستند که واقعا بسیار میبینن همین معلومات ها رو، بسیار میشنون، در مثلا صحیفه های شبکه های اجتماعی اشاره میبرند، اما صرف نظر میکنن یک چیزای هنگام آوری که نسبت به همین بیماری است تماشا میکنن، یا یک خبری هنگام آور رو مثلا وهم افکن و این چیز رو تماشا میکنن، لیکن چیزی که واقعا برای آنها لازم است، ضرور است، اون صرف نظر میکنن، خیال میکنن که میدونن، اما وقتی همین بر سر خودشان همین چیز می آید نمیدونن چی کار کنم. بله، انا همین روزا مثلا من میبینم بسیار در گروه های مربوط تیپ که در شبکه های اجتماعی هستن، بسیاری ها سوال میکنن، مثلا میگن من تب دارم، من مثلا سرفه دارم، چی کار کنم؟ در حالی که از همون ماهی انور و فوریه ما در تمام رسانه ها میشنویم که میگویند که در حالت مشاهده کردن همین نشانه ها در خود یا نزدیکانتان حتما به رقم 511 یا که به تیب اولویتون زنگ زنید. من بسیار میبینم که آدم مثلا 3 کس 4 کس از یک عائله میروند تودا شده به بیمارخانه، در حالی که اونها توسط مسافربر میروند میتونن چند کسی دیگر را سرایت کنند. در خود بیمارخانه هم تو معاینه شدن یا مشخص شدن بیماری، یعنی که در یک دولان میشینن با قطاری با خوب توجکنی ما خیلی هستن که صحبت دوست میدارن، همین یک کس دیگر خب برای چی اومدی، چرا اومدی، اما همین خیلی صحبت میکنن. این مثلا خفی سرایت یا بیرو بسیار میکنن، لیکن یکی هستن که آدمای
همین نشانه ها رو در خود دارن، لیکن اهمیت نمیدن تا اون زمانی که از پا نیفتن به طبیب مراجعت نمیکنن. با همون حالشان به بیمارخانه میروند، میبخشید به بانک میروند، به کارخانه میروند، به بازار میروند و هر کجای خواستن میروند. درست. تا آن زمانی که دیگر از پا نیفتن، تا مجبور نشوند به طبیب مراجعت نمیکنن و فقط خودشون فکر میکنن که خب من سوز هستم، من درست هستم و با راه گشتن میتوانم، لیکن فکر نمیکنن که اونو میتوانن یک کسی دیگر را سرایت کنن که شاید در خانهش یک مادر پیر دارد، پدر پیر دارد که بیماری یکان بیماری مزمن دارد، مثلا بیماری قند دارد یا بیماری دیگر دارد که حالتش را وضعی میکنه، شاید و فاجعه آورده رساند و در همین در برابر همین باز همین شخصان قاعده های بهداشت را رعایت نمیکنن، یعنی که نقاب طبی نمیکنن، دستانشان را تمیز نمیکنن، یعنی که فاصله جسمانی را رعایت نمیکنن. انا همین چیزها، همین عادتهای بد از بین بردن بیماری را بسیار هم دشوار میکنن. برای همین ما انا هممون علاقه دیدیم که جداگذاری چقدر دشوار است. مثلا درد شوش یا که دردی که در همین شوش، همین ویروسی که در شوش انکشاف یافته شخص را از پا می افتاند چقدر دشوار است، در حالی که این باز ببینید بیماری کرونا ویروس در یک مدت کوتاه معین می شود، در یک مدت کوتاه تبابت می شود. البته تاثیرات مطلوبه که بعداً مثلا برای برقرارسازی لازم است یک وقت معین، مثلا یک ماه، 2 ماه، 3 ماه مثلا پرهیز کردن از هوای سرد و از شمال کشیدن این چیزها مثلا یک وقت کوتاه است، اما در بیماری سیل نگاه کنید چقدر دراز است تبابت. بیماری دارد که بسیار تاثیرات نامطلوب دارد، ما باید درک کنیم. یا شخصانی که با بیماری ویروس مسئولیت آدم گرفتار هستند، اونها مجبورن که همه وقت همیشه این تنفس ضرورشون را استعمال کنند، یا که شخصانی که با بیماری هپاتیت ها گرفتار هستند. برای همین این یک درس عبرت باید باشد که ما از حال دیگران واقف باشیم، یعنی یک بار دیگر ما رو وظیفه کنند که ما آنها را فراموش نکنیم، آنها را دستگیری کنیم، هر چی میتوانیم توسط غذا باشد، با خریدن یک دارویش باشد، با فراهم آوردن مثلا خوب شرایط زندگی یک کمک اجتماعی باشد، یا اقلا با یک سخن خشکی مثلا دلبرداری رو بلند کنیم و همین یک نکته را فراموش نکنم که در همه بیماری، چی در کرونا ویروس، چی در سیر و چی بیماری غیر سیراتی، چیز مهمترین این اراده قوی، امید، باوری و شفایابی است. اگر همین سه چیز که همشون از یک چیز منشأ میگیرن، یعنی امید، اگر همین چیز را نداشته باشیم ما به شفای کامل به دست آوردن نمیتوانیم. بله، تشکر میگیم از شما. تشکر و باور دارم که خب شنونده های ما به خوبی ما و شما رو درک کردن و البته اونها باز هم کوشش میکنن اون خب یک قاعده های عمومی رو که جهتی از بین بردن همین بیماری برای هر یک ما توصیه شده است حتما استفاده میکنن، قطعا این قاعده ها رو رعایت میکنن و ما البته موفق میشویم. اون روز دور نیست البته که این بیماری کاملا از میان برود و ما آزادانه به ترس، به هراس نفس بکشیم. خب اگر چیزی بازم گفتنی هستی در انجام؟ باز همون تکرارم تاکیدم روی همون دانش است، روی قاعده های بهداشتی است و البته بیشتر شما گفتید البته نزدیک است. ما خیلی دوره دشوار رو از چند ماه پیش تر کردیم و نیازان خورسندی است که سطح گرفتار شوی در کشور به این بیماری خیلی کم شده و البته مردم هم، من شاید سخت گفته باشم معذرت می‌پرسم، اما این سختگیری من هم به خاطر رعایت قطعی
چاره های بهداشتی است، البته به خاطر نگهداشت سلامتی جامعه است البته. و من بسیار خرسند هستم که این وسط بسیاری ها البته این قاعده ها رو رعایت میکنند، البته درک دارد، برای یکدیگر کمک میکنند و فکر میکنم که ما باید جویم که بود که وضعیت بود که حالت یکدیگر در پیش میرویم، همین بیماری را در فرصتهای نزدیک از بین میبریم. البته در جهت روانی بازم میگویم که همگی صبور باشند، یکدیگر را احترام کنیم. البته من میفهمم که بسیارها همین تاثیرات نامطلوب است که بیماری بر عصبی که بیماری میگذارد در شخصان که انسانها آشفته حالی، خستگی، یعنی خشمی این چیزها را در انسان با وجود می‌آورد. البته شخصانی که این تاثیر کردن مرا خوب درک میکنم و همه خاطر احترام کنیم، یکدیگر را وادار کنیم که قاعده های بهداشتی را رعایت کنیم و امیدوار هستم گفته شما امروز دور نیست که ما پره این بیماری را از بین میبریم. خب تشکر میگم از شما و سامعین ارجمند. یادرس میشویم در صحبت با ما بودند احسان تورسونوف، مسئول رابطه با جامعه بازداشت سیل در تاجیکستان که در رابطه و راههای پیشگیری معالجه پیامد مشکلات بیماری کرونا ویروس یک صحبت را پیشنهاد ما و شما کردند. خب عزیزان، چون فرصت در همینجا به پایان میرسد، به همه شما خانه آباد، روزگاری شد و صحتمندی کامل را تمنا داریم. پای خدمتتان صد قرار داشتیم. کارگردان فرید جان واحدوف، محرر گلستان کریمه و شاد و پیروز باشید و در حفظ صحتی خویش بمانید.